امسال ما نوروز را مثل سالهای گذشته جشن نمیگیریم. نوروز همیشه بخشی مهمی زندگی ما و حتی کار ما بود. ما چند هفته فکر کردیم که آیا امسال نوروز را جشن بگیریم یا نه، چون حالمون مثل پیشتر نیست. بسیاری ها غمگینند، نگرانند و بعضی ها عزیزان خود را از دست دادند. اما نوروز تنها جشن موسیقی، رقص و شادمانی نیست. نوروز بخش از هویت و فرهنگ ماست. هزارها سال مردم این سرزمین ها در ایران، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و دیگر کشورهایی که نوروز را جشن میگیرند با وجود جنگ ها، صلح، حکمرانی های گوناگون و سختی های زندگی این جشن کهن را زنده نگه داشتند. در طول تاریخ همیشه کسانی بودند که می‌خواستند نوروز را کمرنگ کنند یا از بین برند، اما هیچگاه موفق نشدند. چرا؟ چون این عنعنه تنها یک عید نیست، آن ریشه فرهنگ ماست. نوروز در رگ و پیوند ماست و ما از آن ریشه گرفتیم. این ریشه ها هستند که ما را استوار نگه می دارند. وقتی که دنیای ما ناآرام و نامعین می شود، محض همین فرهنگ و عنعنه ها ما را به هم می آورند و قوی نگه می دارند. سفره 7 سین تنها یک رسم نیست. آن به ما یادآور می شود که ما هنوز هستیم و هنوز هم امید را انتخاب می کنیم. امسال شاید نوروز ما ساده تر باشد، شاید خنده کمتر باشد، شاید سر سفره سکوتی بیشتر باشد، اما ما یک چیز را فراموش نمی کنیم: امید به زندگی روشن و درخشان، امید به آرزوهای زندگی زیبا، پر از دوستی و دوستداری، همدیگر فهمی و صلح و آسایشتگی. زیرا نسل‌های آینده باید بدانند که نوروز به ما یک حقیقت را یاد می‌دهد. نوروز رمز پیروزی نور و تاریکی است. حتی بعد از سخت‌ترین زمستان بهار همیشه می‌آید. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز باد. نوروز پیروز.